سلام. خیلی از ما با روش‌های مختلف فیلترینگ اینترنت درگیر هستیم. یکی از پیشرفته ترین این روش‌ها بازرسی عمیق بسته‌ها یا DPI که میتونه با تحلیل ترافیک TLS هندشیک و مشاهده SNI دسترسی ما رو به سایت‌ها مسدود کنه. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله با این روش استفاده از قابلیت فرگمنت یا تکه تکه کردن بسته‌ها در ایکس-ری. این قابلیت بسته اولیه اتصال یا کلاینت هلو رو به قطعات کوچیک تقسیم میکنه تا شناسایی اون برای سیستم های فیلترینگ دشوار باشه. سوال اینجا بهترین تنظیمات فرگمنت برای شبکه ما چیه و این اسکریپت دقیقاً برای پاسخ به همین سوال طراحی شده. این اسکریپت یک ابزار جستجوی شبکه‌ای یا گرید سرچ تمام عیار رو روی 4 پارامتر کلیدی اجرا میکنه: طول فرگمنت، اینتروال یا تناوب فرگمنت به معنی فاصله زمانی بین ارسال هر بسته، نام سرور یا دامنه‌ای که در هدر SNI برای فریب فایروال استفاده میشه و سرور DNS. فرآیند تست برای هر ترکیب از این پارامترها کاملا خودکاره. ابتدا یک تست پایه از اینترنت مستقیم شما گرفته میشه تا حداکثر سرعت و حداقل تأخیر شبکتون رو ثبت کنه. سپس با اعمال کانفیگ جدید اسکریپت دسترسی به سایت های کلیدی مثل یوتیوب یا گوگل رو بررسی میکنه که یک معیار برای موفقیت کانفیگه. در نهایت اگر کانفیگ موفق بود، سرعت و تأخیرش رو به طور دقیق اندازه گیری میکنه و تمام نتایج رو در یک فایل CSV برای تحلیل های بعدی ذخیره میکنه. چند تا مسئله است. یکی این که هیچ تنظیمات جادویی و یکسانی در رابطه با فرگمنت برای همه وجود نداره. سیستم های فیلترینگ و شرایط شبکه‌ای که ISP های مختلف دارن ممکنه باعث بشن یک ترکیب فرگمنت برای یک کاربر عالی عمل کنه، برای دیگری کاملا بیفایده باشه. قدرت این اسکریپت اینه که به شما اجازه میده تا به صورت علمی و خودکار بهینه‌ترین تنظیمات رو برای شرایط شبکه خاص خودتون و در همین لحظه پیدا کنید. و به عنوان مطلب آخر این که توی این اسکریپت ما به طور پیش‌فرض از سرورهای DNS over HTTPS گوگل و کلاودفلر استفاده کردیم که از بهترین ها هستن، اما شما محدود به اینها نیستید. سرورهای دیگه‌ای وجود داره مثل ادگارد یا کواد 9 یا هر چیزی که شما بتونید پیدا کنید و در فیلد DNS سرور اضافه کنید. به طور خلاصه این ابزار برای توانمندسازی شما ساخته شده تا کنترل اتصال خودتون رو به دست بگیرید و برای دانلود اسکریپت هم میتونید به صفحه پروژه در گیت هاب مراجعه کنید.